بخش دوم از روایت هخامنشیان. پیش از این گفتیم کمبوجیه برادرش بردیا رو از سر راه برداشت. در همان هنگام گئومات رو که شباهت زیادی به بردیا داشت به عنوان جانشین برگزید، اما جوهر پادشاهی در پیکر او نبود. بریم به ادامه بخش قبل. خبری که از حکمتانه رسید. گئومات خودشو بردیا خواند و به سر سودای پادشاهی داشت. مردم که از مرگ بردیا بیخبر بودند حامی او شدند و در شهر آشوبی بزرگ به پا شد. این خبر که به گوش کمبوجیه رسید گویی زمین زیر پایش لرزید. بیدرنگ فرمان داد تا داریوش سردار جوان و وفادارش امنیت مصر رو حفظ کنه و خود با شتاب راهی حکمتانه شد. اما در راه به طرز مرموزی جان باخت. بعد از این حادثه داریوش دست به کار شد. به سوی شوش حرکت کرد تا سپاه پارس رو جمع کنه. سپاهی بزرگ و جنگجو برای باز پس گرفتن شکوه هخامنشیان. داریوش رهسپار حکمتانه شد. پس از 8 ماه از پادشاهی دروغین گئومات نبردی سرنوشت ساز در گرفت. داریوش در برابر گئومات ایستاد. گئومات رو به زمین کوبید و تاج و تخت رو از ننگ و دروغ پاک کرد. بعد از این پیروزی بزرگ سرداران هخامنشی داریوش رو شایسته پادشاهی می‌دونست و این گونه بود که داریوش بر تخت نشست. پادشاهی که هخامنشیان رو به اوج شکوه پیوند خواهد زد.